در حقیقت اهل سنت و الجماعت و مسلمانان از دست این جنایتکاران و خوندوستان و خیانتکاران به نهایت ضربه های سخت دیده اند و خیانت های شدیدی را مشاهده کرده اند و در حقیقت تاریخ شاهد است و همه اش آثارها وجود دارد. تاریخ کتابهای معروف علما نوشته اند و به من و شما خبر داده اند که آگاه باشید که این فرقه رافضه که شیعه میگوید خودش را اینها خائن ترین مردم نسبت اهل سنت و الجماعت هستند و اینها به نهایت شدید و خوب با کفار دوستی و روابط دارند. اولین خیانت اینها این بود که به علی کردند، به حسین کردند، به آل رسول الله صلی الله علیه و سلم کردند. حتی اگر نظر پیش از به این بکنیم، پیدایش شیعه که عبدالله ابن سبعی یهودی خائن بود، اولین کارش این خیانت و جریمه اش در حق عثمان ابن عفان رضی الله عنه بود که فتنه را برانگیخت و قتل عثمان ابن عفان رضی الله عنه را بجا آورد و به همین فتنه عثمان رضی الله عنه به قتل رسیدند. و بعد از این خیانت اونها به علی رضی الله عنه بود که به علی گوش نکردند و اطاعتش نکردند. و بعد از این خیانت بزرگ اونها به حسین رضی الله عنه بود. حسین در مکه مکرمه بودند. از کوفه نامه به حسین آمد. کوفه یعنی عراق. در اون نامه نوشته بود که حسین نبیره رسول الله، تو امام ما هستی. ما در کوفه شیعه های پدری تو، صدها هزار انتظار تو هستیم، فقط تو را منتظر هستیم. وقتی که آمدی حکومت را از دولت اموی از یزید به تو خواهیم گرفت. صحابگانی که در اون زمان بودند به مانند ابن عباس رضی الله عنه و غیره به حسین نصیحت کردند که حسین، به شیعه های کوفه باور مکن که اونها فریبگرند. پدری تو را که علی رضی الله عنه بود فریبش کردند، خیانتش کردند، تو را هم فریب خواهم کرد. اما حسین رضی الله عنه به این گفته ها نظر نکردند و به راه برآمدند و رفتند به کوفه. وقتی که رفتند به کوفه، شیعه ها به استقبالشان نبرآمدند. نه به استقبال، بلکه خود کشندگان حضرت حسین این با کمک شیعه ها بود. شیعه ها بود که حسین رضی الله عنه را به قتل درآورد. الله المستعان. پس ببینید خیانت اونها در حق حسین را که دعوتش کردند و قتلش کردند و امروز باز عزایش می دارند. این خیانتکار و بدبختان بعد از این باز خاموش ننشستند و در طول این تاریخ هزارها مسلمان و مؤمن اهل سنت و الجماعت را به قتل رسانیدند.